سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 7 نوامبر همراه شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز ضمن سفر کاریش به پکین با خی جین پینگ رئیس جمهوری چین ملاقات کرد. در جریان این سفر همچنین بین دو کشور 4 قرارداد درباره اختصاص دادن قرض‌های با امتیاز برای تاجیکستان به امضا رسید. بر اساس این سازشنامه‌ها چین به تاجیکستان برای بنیاد راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه، ساختمان نوبت دوم مرکز برق و گرمایدهی شهر دوشنبه و ترمیم و تجدید کارخانه تلکا $10 میلیون قرض می‌دهد. چین طی چند سال اخیر به بزرگترین سرمایه‌گذاری تاجیکستان تبدیل شده است و تبادل مال میان دو کشور تنها در 8 ماه گذشته از $1.5 میلیارد گذشت. در شهر دوشنبه روزهای فرهنگی سنت پتربورگ آغاز یافت و بین دو شهر سازشنامه برای تقویت همکاری‌ها به امضا رسید. محمد سعید عبیداللهیف رئیس شهر دوشنبه ضمن این مراسم در روز 7 نوامبر مناسبت بین مردم تاجیک و روس را دوستانه نامید و گفت که این مناسبات و همکاری‌ها باید در آینده تقویت و گسترش یابند. گیورگی پالتافچنکو گوبرناتور شهر سنت پتربورگ گفت دری دانشگاه‌های این شهر همیشه برای جوانان تاجیک باز است. در دایره روزهای فرهنگی سنت پتربورگ در دوشنبه که تا 9 نوامبر ادامه می‌کند برنامه‌های گوناگون فرهنگی برگزار می‌شوند. با باریدن برف اول در دوشنبه و سرتر شدن هوا بازار بخاری و یا پیچکه هم گرم شده است. از بس که در تاجیکستان هر فصل سرما مردم نیروی برق کافی ندارند، از این سبب طلبات به بخاری‌های دستساخت کم نمی‌شود. عین زمان یک بخاری در بازارهای اطراف دوشنبه و دیگر نواحی کشور از 350 تا 600 سامانی ارزش دارد که نظر به یک سال گذشته اندکی گرانتر است. برخی پیچکه‌ها از 160 سامان تا 500 سامان. نرخ‌های ویران از 7 سامان تا 8 سامان. نرخ‌های توربوها. بخاری‌های دستساخت را عمدتاً آهنگران محلی می‌سازند و مشتریان اصلی این بخاری‌ها مردم روستاهای کشور هستند که زمستان تقریباً 10 ساعت از نیروی برق محرومند. تلاش زرینه توجیبای و یک دختر تاجیک مقیم شویتزاریا برای راه یافتن به یوروویژن 2015 به استقبال گرمی در تاجیکستان روبرو شد. او اولین تاجیک است که برای شرکت در این آزمون بین المللی با آوازخوان‌های دیگر که می‌خواهند در یوروویژن سال آینده از شویتزاریا نمایندگی کنند بر رقابت پرداخته است. زرینه توجیبای سالهای اخیر در شویتزاریا زندگی می‌کند و در صحبت با رادیو آزادی گفت امید دارد هواداران و هموطنانش به او رای می‌دهند. پدر یک جوان از پنجکنت میگوید کارمندان کمیساریات نظامی ضمن ابله و پسرش سیدعلی حقبردیف را به حد علت و کوب کردند که پرده گوشش دریده و 2 روز در بیمارستان بیهوش بوده است. میرزا علی حقبردیف ساکن روستای یکخانه ناحیه روز 7 نوامبر به رادیوی آزادی گفت افسران کمیساریات نظامی پسرش را از کوچه بردند. خودی سیدعلی که دانشگاه خوجند را ختم کرده است به رادیوی آزادی چنین گفت: آخر دوشا آورم و در ماشین درآورم خیلی خدمت میدم که اینو آورم از مایلش خیلی دعوانامه تیکتا خود قانون خیلی میگفتم آنکه میدونم دعوانامه 3 مراتب بعد از 3 مراتب با سرکشی کردم گفتم با این کار ممکن نیست خیلی خوشو کردم از خیلی تو هر کلاس زده آورم آخر هم خیلی شد اون از دوست در خیلی دوستی فرام زیر کاری پروم از دوست تا تنوعش هم سر بزدم چون میدونم دیگرش نمیدونم من شام رفت. ولی در کمیساریات نظامی شهر پنجکن به رادیو آزادی گفتند از این حادثه خبر ندارند، هرچند یوسف و سید یونسوف رئیس جماعت رودکی گفت که دایر به وضع سیدعلی 24 ساله در کمیساریات نظامی آگاه شده است. در تاجیکستان که جوانان اکثرا از خدمت در صف ارتش پرهیز میکنند، دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح روز 1 اکتبر آغاز یافت. مقامات بارها وعده دادند که دیگر جوانان را مجبوری و یا از راه ابله و به ارتش نمیبرند، ولی هر سال این گونه معرکه‌ها تکرار میشوند. و گزارش کامل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.